رو می‌ریم با موضوع دیگر. شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی آن کشور را برنده انتخابات روز یکشنبه 24 ایون اعلام کرد. با گفته این نهاد اردوغان بیش از 50% رای‌ها را به دست آورده و نیاز به دور دوم انتخابات پرزیدنتی نیست. نتیجه انتخابات پارلمانی در آن کشور نیز به نفع حزب عدالت و ترقی پرزیدنت فعلی و متحدان آن است، چون بیش از 42% آواز انتخاب کنندگان را به دست آورده است. درباره چون و چرا این معرکه سیاسی من صحبت داشتم با عباس جوادی که مسائل ترکیه را از نزدیک پیگیری دارد. سوال نخستین من این بود که آیا میتوان گفت بعد 16 سال تلاش اردوغان به هدفش رسید؟ ببینید، یکی از روزنامه‌های ترکیه اینو با سریال‌های ترکی تلویزیونی مقایسه میکرد. میگفت که 16 سال است ما همین سریال رو میبینیم، هر کس میآید میره و یکی میمیرد، زاده میشد، غیره و غیره، ولی یک کس همیشه اونجاست. 16 سال است آقای اردوغان و امید حداقل این روزنامه که روزنامه اپوزیسیونی هست این بود که این تصویر عوض خواهد شد، ولی نشد. یعنی یک اقلا دست کم یک 5 سال باز این مجموعاً 21 سال آقای اردوغان بر صدر قدرت در ترکیه خواهد ماند. بعداً من از عباس جوادی پرسیدم که تاثیر پیروزی اردوغان به ایمیج بین‌المللی ترکیه چگونه خواهد بود؟ هیچ تأثیری نخواهد کرد. به نظرم سیاست خارجی ترکیه و سیاست منطقوی ترکیه همچنان که بوده است ادامه پیدا خواهد کرد بدون تغییرات مهم. حالا چند تا فاکتور هست در این انتخابات. یکم اینکه حزب کوالیسیونی حالا اردوغان، حزب ناسیونالیستی MHP تبدیل شده است به یک فاکتوری که بدون آن اردوغان نمیتواند حکومت کنه، ولی ظاهراً حداقل طوری هست که تفاهم بین این دو حزب خیلی زیاد است. بنابراین انتظار مشکلات در این کوالیسیون نمیشه داشت. دو، آقای اردوغان با صلاحیت‌هایی که مخصوصی که گرفته است همچون پرزیدنت در رفراندوم اخیر تأمین شد برای خودش، قدرت اصلی رو آقای اردوغان دارد در تعیین و انتخاب وزیر، بیکار کردن وزیر، پارلمانت، از کار ساقط کردن پارلمانت و غیره. تمام این اختیارات در دست پرزیدنت هست. در حقیقت حکومت فقط میتونه اجرا کنه کارهایی را که تصمیم‌هایی را که پرزیدنت گرفته است. انتخابات ترکیه در شرایط برگزار شد که این کشور با مشکلات چون کاهش 20% ارزش پول ملی‌اش روبرو گشته است. من از عباس جوادی آینده اقتصادیات ترکیه را پرسان شدم. فکر کنم اقتصاد ترکیه و ارزش پول ملی لیره زیاد بستگی به حکومت فقط ترکیه و سیاست فقط ترکیه ندارد، بلکه این فاکتورهای بین المللی هست. واقعیت این است که پول ترکیه 20% ارزش خود را در این سال جاری از اول ینور از دست داده است و احتمالی که داده می شود از طرف بررسی های بین الملل، پژوهش های بین المللی این است که این روند ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی ارزش پول ترکیه و قرض ترکیه و شرکت های خارجی بیشتر خواهد شد. بنابراین اون ثباتی رو که اون آرامشی رو که و اون پیشرفتی رو که ترکیه تا حالا تا 3 سال پیش 4 سال پیش داشت اون دیگر تمام شده است. دور احتمالا مشکلات اقتصادی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اگر نه سخت‌تر خواهد شد. ولی با همه اینها ترکیه هنوز یکی از 20 کشوری هست که در دنیا رشد اقتصادیشون بیشتر از همه است. عباس جوادی بود، رهبر بخش آسیای مرکزی رادیو آزادی.